کتاب شکست عادتهای کهنه اثر دکتر جو دیسپنزا. فصل اول، شمای کوانتومی. فیزیکدانان قدیم ابتدا دنیا رو به ماده و اندیشه و سپس به ماده و انرژی تقسیم کردند. هر عضو از این گروه‌های دوتایی کاملا مجزا از دیگری تلقی می‌شد. اما اینطور نیست. به هر تقدیر این دوگانه‌های ذهن و ماده تمام جهانبینی ما را شکل داده است. اینکه واقعیت در اساس از پیش تعیین شده است و مردم با کارهایشان نمی‌توانند تغییر چندانی ایجاد کنند، حال چه برسد به افکارشان. بپردازیم به درک کنونی خودمان. ما بخشی از یک میدان وسیع و نامرئی انرژی هستیم که تمام واقعیت‌های ممکن را شامل می‌شود و به افکار و احساسات ما واکنش نشان می‌دهد. درست همانطور که دانشمندان امروزی به رابطه بین اندیشه و ماده می‌پردازند، ما نیز می‌خواهیم همین کار را در زندگی خودمان انجام دهیم. و لذا از خود می‌پرسیم آیا می‌توانم از ذهنم برای ایجاد واقعیت خودم استفاده کنم؟ اگر اینطور است، آیا این کار مهارتی است که بتوانم یاد بگیرم و به کار ببرم تا به کسی که می‌خواهم تبدیل شوم و زندگی مطلوب خودم را ایجاد کنم؟ بیایید با واقعیت روبرو شویم. هیچ یک از ما کامل نیست. خواه بخواهیم در خود فیزیکیمان تغییر ایجاد کنیم و خواه در خود عاطفی یا معنویمان. همه ما میل یکسانی داریم. ما می‌خواهیم به عنوان نسخه ایدئالی از آن کسی زندگی کنیم که فکر می‌کنیم و معتقدیم می‌توانیم باشیم. وقتی جلوی آینه می‌ایستیم و به چربی‌های پهلوی ما نگاه می‌کنیم، فقط این گوشت اضافه را در آینه نمی‌بینیم، بلکه همچنین بر حسب حال و هوای آن روزمان نسخه لاغرتر، مناسبتر یا نسخه چاقتر و چهارشانه‌تری از خودمان را می‌بینیم. کدام یک از تصاویر واقعی است؟ وقتی شبها در تخت خواب دراز می‌کشیم و تلاش‌هایمان را در طول روز برای تبدیل شدن به یک شخص قابل تحمل‌تر و آرام‌تر مرور می‌کنیم، فقط پدر و مادری را نمی‌بینیم که سر بچه‌اش داد می‌زند که چرا یک درخواست ساده را هم انجام نمی‌دهد، یا یک فرشته مهربان را تصور می‌کنیم که قربانی واقع شده و صبرش تاق شده است، یا حتی یک غول ترسناک را تصور می‌کنیم که عزت نفس کودک را نابود می‌کند. کدام یک از این تصاویر واقعی است؟ پاسخ این است که همه آنها واقعی هستند و نه فقط این نمونه افراطی، بلکه طیف بی‌نهایتی از تصاویر از مثبت تا منفی. چطور ممکن است؟ برای اینکه بهتر بفهمید چرا هیچ یک از نسخه‌های خودمان واقعی‌تر یا غیر واقعی‌تر از بقیه نیست، مجبورم درک قدیمیتان را از ماهیت بنیادین واقعیت بشکنم و نسخه دیگری را به جای آن بنشانم. این کار بزرگی به نظر می‌رسد و از برخی جهات واقعاً کار بزرگی است. اما میدانم به احتمال زیاد به این دلیل به سمت این کتاب کشیده شده اید که تلاش‌های قبلیتان را برای ایجاد هر گونه تقدیر پایدار در زندگیتان، چه تغییر فیزیکی، عاطفی یا معنوی، به حد آرمان‌هایتان که تصور می‌کردید نرسیده است. و اینکه چرا این تلاشان ناکام مانده است، بیش از هر چیز دیگری، از جمله تصور فقدان اراده، زمان، شجاعت و یا تخیل، به باور شما در رابطه با این مسئله مربوط می شود که چرا زندگیتان این گونه است. ما همیشه برای تغییر باید درک جدیدی از خودمان و دنیا پیدا کنیم، طوری که بتوانیم دانش جدید را پذیرا باشیم و تجربه های جدیدی را داشته باشیم. خواندن این کتاب همین کار را برای شما انجام خواهد داد. کاستی های گذشته را می توان پیگیری و ریشه یابی کرد. به این نتیجه رسید که شما نمی توانید با این حقیقت زندگی کنید که افکارتان پیامدهای آنقدر بزرگی دارند که می توانند واقعیت شما را بسازند. واقعیت این است که ما هم مورد لطف قرار گرفته ایم. همه ما می توانیم مزایای تلاش‌های سازنده خودمان را برداشت کنیم. لازم نیست به واقعیت کنونی خودمان رضایت دهیم. می توانیم واقعیت جدیدی ایجاد کنیم هر موقع که بخواهیم. همه ما تواناییش را داریم. چه خوب یا بد، افکار ما بر زندگی ما تأثیر دارند. مطمئنم که قبلا این را شنیده اید، اما فکر نمی کنم که بیشتر افراد واقعا از ته دل به این جمله اعتقادی داشته باشند. اگر ما واقعا این مفهوم را میپذیریم که افکارمان تأثیر ملموسی در زندگیمان ایجاد می کند، آیا تلاش نمی کردیم که هرگز به فکری که نمی خواهیم تجربه کنیم اجازه ندهیم وارد ذهنمان شود؟ آیا تلاش نمی کردیم به جای اینکه دائما درگیر مشکلاتمان باشیم روی آن چیزی تمرکز کنیم که واقعا می خواهیم؟ به این فکر کنید. اگر واقعا می دانستید که این اصل درست است، آیا ممکن بود که حتی یک روز را هم عمدن در مسیر ایجاد تغییر مطلوبتان از دست بدهید؟
برای تغییر زندگی، باورهایتان را در مورد ماهیت واقعیت تغییر دهید. امیدوارم این کتاب بتواند دیدگاه شما را در مورد شیوه عملکرد دنیا تغییر دهد. شما را متقاعد کند که بیشتر از آنچه که فکر می کنید قدرت دارید و باعث شود شما این نکته را درک کنید که افکار و باورهای شما تأثیر بزرگی بر دنیای شما دارند. تا موقعی که نتوانید نگرشتان را نسبت به واقعیت کنونیتان تغییر دهید، هر تغییری در زندگی شما شانسی و موقتی خواهد بود. شما باید تفکرتان را در مورد دلیل رخ دادن چیزها تغییر دهید تا بتوانید نتایج پایدار و مطلوب را ایجاد کنید. برای این منظور باید درهای ذهنتان را به سمت تصویر جدیدی از آنچه واقعی و حقیقی است بگشایید. برای اینکه به شما کمک کنم وارد این حالت اندیشه شوید و بتوانید زندگی مورد نظر خودتان را ایجاد کنید، باید ابتدا کمی کیهان شناسی کار کنیم. کیهان شناسی یعنی بررسی ساختار و دینامیک کیهان. اما نگران نباشید. صرفاً قصد داریم مقدمات ماهیت واقعیت را به صورت سطحی بررسی کنیم. تمام اینها برای این است که این مسئله را توضیح دهم که افکار شما چطور میتواند سرنوشتتان را رقم بزند. این فصل ممکن است فقط آزمونی باشد برای محک زدن آمادگی شما برای ترک ایده هایی که به نوعی در درون شما برنامه‌ریزی شدند و سالهاست در سطح خودآگاه و ناخودآگاه شما قرار دارند. آماده باشید که تغییر بنیادینی در درکتان ایجاد شود. در واقع همین که این نگرش جدید را پذیرا شدید، ساختار شما به عنوان انسان تغییر خواهد کرد. امیدوارم در پایان دیگر همان کسی نباشید که آغاز کردید. روشن است که قصد دارم شما را به چالش بکشم، اما میخواهم بدانید که کاملا با شما همدرد هستم، چون من هم مجبور شدم آنچه را که فکر میکنم صحیح است رها کنم و به سمت ناشناخته ها قدم بگذارم. برای اینکه راحت‌تر بتوانید در این طرز فکر جدید در مورد دنیا وارد شوید، ابتدا اجازه دهید ببینم که جهانبینی ما چگونه در اثر این باور ابتدایی شکل گرفته است که ذهن و ماده دو مقوله جداگانه هستند. وصل کردن بین دنیای بیرونی و فیزیکی و دنیای درونی و اندیشه همیشه برای دانشمندان و فلاسفه چالش بزرگی بوده است. برای بسیاری از ما حتی امروزه نیز ذهن تأثیر چندان قابل مشاهده‌ای بر دنیای مادی ندارد. با اینکه به احتمال زیاد قبول داریم که دنیای ماده پیامدی ایجاد می‌کند که بر ذهن ما تأثیر می‌گذارد، اما چطور ممکن است که ذهن ما هیچ گونه تأثیر فیزیکی در اشیای مادی زندگی ما ایجاد کند؟ ذهن و ماده جدا به نظر می‌رسند. البته مگر اینکه درکمان را نسبت به وجود اشیای فیزیکی تغییر دهیم. خب تغییرات زیادی ایجاد شده است. برای ریشه‌یابی این تغییرات لازم نیست خیلی به عقب برگردیم. در بیشتر آنچه تاریخ‌دانان دوران مدرن می‌خوانند، بشریت بر این باور است که ماهیت کیهان منظم و لذا قابل پیش‌بینی و قابل توجیه است. رنه دکارت، فیلسوف و ریاضیدان قرن 17 را در نظر بگیرید. او مفاهیم زیادی را ابداع کرد که بیشترشان هنوز هم در ریاضیات و سایر حوزه‌ها مطرح هستند. احتمالاً این جمله را شنیدید که می‌اندیشم پس هستم. اما حالا که به گذشته نگاه می‌کنیم، نظریات وی بیشتر ضرر داشته است تا فایده. دکارت طرفدار مدل ریاضیاتی کیهان بود. دیدگاهی که میگفت کیهان تحت کنترل قوانین قابل پیش‌بینی است. دکارت در رابطه با اندیشه بشری چالش واقعی در پیش داشت. ذهن انسان آنقدر متغیرهای زیادی داشت که خود در این قوانین جای نمی گرفت. از آنجا که او نمی توانست درکش را از دنیای فیزیکی با درک خود از ذهن بشر وحدت دهد و در عین حال مجبور بود حضور هر دو را توجیه کند، به نوعی به یک بازی کثیف ذهنی رو آورد. اون گفت که ذهن تابع قوانین دنیای عینی و فیزیکی نیست، لذا به طور کامل در خارج از محدوده کاوش علمی قرار می گیرد. مطالعه ماده در حوزه صلاحیت علم جای می گرفت. ماده همیشه و ذهن هرگز. حال آنکه ذهن ابزار خداست و لذا مطالعه آن به دین واگذار می شود. ذهن همیشه و ماده هرگز. دکارت اساساً نظام عقیدتی را بنیانگذاری کرد که بین مفاهیم ذهن و ماده نوعی دوگانگی قائل بود. به مدت چند قرن این تقسیم به عنوان درک مورد قبول از ماهیت واقعیت باقی ماند. آنچه به تثبیت عقاید دکارت کمک کرد، آزمایشات و نظرات اسحاق نیوتن بود.
این ریاضیدان و دانشمند انگلیسی نه تنها به این مفهوم قوام بخشید که کیهان نوعی ماشین است، بلکه همچنین مجموعه قوانین را ارائه کرد که بر طبق آن انسان میتوانست شیوه‌های قانونمند عملکرد دنیای فیزیکی را تعیین، محاسبه و پیش‌بینی کند. مطابق مدل فیزیک کلاسیک نیوتن، همه چیز در دنیای مادی در نظر گرفته می شود. برای مثال، انرژی را میشد به عنوان نیرویی برای حرکت دادن و تغییر حالت فیزیکی ماده در نظر گرفت. همانطور که خواهید دید، انرژی بسیار فراتر از نیروی بیرونی وارد شده بر اشیاء مادی است. انرژی تار و پود تمام چیزهای مادی است و به ذهن واکنش نشان می‌دهد. کارهای دکارت و نیوتن ذهنیتی را قوام بخشید که بر اساس آن اگر واقعیت بر حسب اصول مکانیکی عمل کند، آنگاه بشریت تأثیر چندانی بر نتایج ندارد. تمام واقعیت از پیش تعیین شده بود. با توجه به این نقطه نظر، تعجبی ندارد که انسان با این ایده درگیر بود که آیا عملش اهمیتی هم دارد؟ حال بگذریم از این مفهوم که آیا افکارتان ارزشی دارند یا اراده آزاد نقشی در طرح بزرگ دنیا ایفا می کند یا خیر. آیا بسیاری از ما همین امروز هم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مطابق این پیش‌فرض کار نمی کنیم که ما انسان چیزی نیستیم جز یک عده قربانی؟ نظر به اینکه این باورها قرنها دوام پیدا کردند، رد کردن ایده دکارت و نیوتن نیازمند اندیشه انقلابی بود. انیشتین فقط قایق را تکان نداد، بلکه دنیا را تکان داد. حدود 200 سال بعد از نیوتن، آلبرت انیشتین معادله معروف خودش یعنی E=mc² را کشف کرد. فرمولی که نشان می‌دهد انرژی و ماده به صورت بنیادین با هم ارتباط دارند، به طوری که این دو چیز یک چیز هستند. کارهای او نشان داد که ماده و انرژی کاملاً به جای هم قابل استفاده هستند. این مسئله در تقابل مستقیم با نیوتن و دکارت قرار دارد و درک جدیدی از عملکرد کیهان به ما می‌دهد. انیشتین به تنهایی دیدگاه قبلی ما را نسبت به ماهیت واقعیت تغییر نداد، اما بنیاد این تغییر را نهاد، بنیادی که در نهایت به فروریزی دیدگاه محدود و شکننده ما منتهی شد. نظرات او شروع کاوش رفتار گیج کننده نور بود. دانشمندان ملاحظه کردند که نور گاهی مانند موج عمل می‌کند، مثلا وقتی در یک گوشه خم می‌شود، و گاهی نیز مانند ذره عمل می‌کند. چطور ممکن است نور هم موج باشد و هم ذره؟ مطابق دیدگاه دکارت و نیوتن این امر ممکن نبود. یک دیدگاه تنها می‌توانست یکی از این دو باشد. به زودی روشن شد که مدل دوگانه دکارتی در پایه‌ترین سطح خود دچار خطا بوده است. در سطح زیراتمی. زیراتمی یعنی اجزایی مثل الکترون، پروتون، نوترون و غیره که اتم‌ها را می‌سازند. بنیادی ترین مؤلفه‌ای که دنیای ظاهراً فیزیکی ما را می‌سازند هم موج‌ها هستند و هم ذرات، و این بستگی به ذهن ناظر دارد. به این موضوع باز خواهیم گشت. برای درک اینکه دنیا چگونه کار می‌کند باید به ریزترین اجزای آن نگاه می‌کردیم. لذا در نتیجه آزمایشات خاص حوزه جدیدی از علم متولد شد. حوزه‌ای به نام فیزیک کوانتوم. زمین به سفتی که ما رویش می‌ایستیم نیست. این تغییر معادل تصور کاملا جدیدی از دنیایی بود که فکر می‌کردیم در آن زندگی می‌کنیم و لذا باعث شد زیر پایمان خالی شود. پاهایی که فکر می‌کردیم روی زمین سفت و سختی قرار دارد. چطور شد؟ قبل از اینکه فیزیک کوانتوم وارد میدان شود، مردم فکر می‌کردند اتم از یک هسته نسبتاً سفت و سخت و اجزای کوچکتر و بی‌اهمیت‌تری در داخل آن یا اطرافش شکل گرفته است. به نظر می‌رسد اتم از ماده سخت تشکیل شده است، مگر نه؟ تصویر اتم کلاسیک. شکل 1 الف. نسخه کلاسیک نیوتنی اتم تمرکز در این مدل بیشتر بر ماده است. این به طور کامل برخلاف واقعیتی است که مدل کوانتومی آشکار کرد. اتم‌ها بیشتر از فضای خالی تشکیل شده‌اند. اتم‌ها انرژی هستند. به این فکر کنید. هر چیز فیزیکی در زندگی شما ماده سخت نیست، بلکه همه اینها میدان‌های انرژی یا الگوهای بسامدی اطلاعات هستند. تمام ماده بیشتر هیچ یا همان انرژی است و چیز یا همان ماده. شکل 1b نسخه کوانتومی جدید از اتم با ابر الکترونی. اتم 99.99% انرژی و 0.1% ماده است. از نظر مادی اتم هیچ است. این واقع گرایانه ترین مدل اتم است. این اتم از نظر مادی هیچ است، اما به طور بالقوه همه چیز است. یک معمای دیگر،
ذرات زیراتمی و اشیاء بزرگتر قوانین متفاوتی دارند. اما این به تنهایی برای توضیح ماهیت واقعیت کافی نبود. انیشتین و دیگران معمای دیگری در پیش داشتند. همیشه به نظر نمی رسد که ماده رفتار یکسانی داشته باشد. وقتی فیزیکدانان به مشاهده و سنجش دنیای کوچک اتم پرداختند، متوجه شدند در سطح زیراتمی اجزای بنیادین اتم مانند اشیاء بزرگتر از قوانین فیزیک کلاسیک تبعیت نمی‌کنند. رویدادهایی که به اشیای دنیای بزرگ ربط داشت، قابل پیشبینی، قابل تکرار و منسجم بود. وقتی آن سیب افسانه‌ای از آن درخت افتاد و به سمت مرکز زمین حرکت کرد تا اینکه به سر نیوتن خورد، جرم آن با نیروی ثابتی شتاب می‌گرفت. اما الکترون‌ها به عنوان ذره رفتار غیرقابل پیش‌بینی و غیرمعمولی را از خود نشان می‌دهند. وقتی با هسته اتم تعامل می‌کنند و به سمت مرکز آن می‌روند، انرژی می‌گیرند و از دست می‌دهند. ظاهر و ناپدید می‌شوند و به نظر می‌رسد که در تمام فضا بدون توجه به مرزهای زمان و مکان پدیدار می‌شوند. آیا دنیای کوچک و دنیای بزرگ تحت قوانین بسیار متفاوتی عمل می‌کنند؟ چون ذرات زیراتمی مانند الکترون خشت بنای همه چیزهای طبیعت هستند. چطور ممکن است اینها تحت یک قانون باشند و چیزهایی که تشکیل می‌دهند تحت قانون دیگری عمل کنند؟ از ماده به انرژی. در سطح الکترونی، دانشمندان می‌توانند ویژگی‌های وابسته به انرژی مانند طول موج، اختلاف پتانسیل و غیره را اندازه‌گیری کنند. و این ذرات جرمی آنقدر کوچک و وجودی آنقدر موقت دارند که تقریباً وجود ندارند. همین است که دنیای زیراتمی را منحصر به فرد کرده است. این دنیا نه فقط ویژگی‌های فیزیکی دارند، بلکه ویژگی‌های انرژی را نیز دارند. در حقیقت ماده در سطح زیراتمی به عنوان یک پدیده لحظه‌ای وجود دارد. آنقدر فرار است که پیوسته ناپدید و ظاهر می‌شود. در 3 بعد ظاهر شده و در هیچ ناپدید می‌شود. در حوزه کوانتومی بیرون از مکان و زمان و از ذره به موج یا همان انرژی و برعکس تبدیل می شود. اما وقتی این ذرات ناپدید می شوند کجا می روند؟ تصویر فروریزش تابش موج. الکترون همچون ذره به نظر می رسد. الکترون می تواند هر چیزی باشد. الکترون دوباره به مثابه ذره ظاهر می شود. الکترون ناپدید می شود. شکل یک دال. الکترون به مثابه موجی از احتمال در یک لحظه وجود دارد و سپس در لحظه بعد به مثابه ذره جامد ظاهر می شود. سپس ناپدید می شود و سپس دوباره در مکان دیگری ظاهر می شود. آفرینش واقعیت. انرژی به توجه فکورانه واکنش نشان می دهد. دوباره آن مدل قدیمی ساختار اتم را در نظر بگیرید. آن زمان آیا ما به این باور نبودیم که گردش الکترون ها به دور هسته مانند گردش سیارات است به دور خورشید؟ اگر اینطور بود می توانستیم مکانشان را مشخص کنیم، مگر نه؟ پاسخ به نوعی مثبت است، اما دلیلش به هیچ وجه آن چیزی نیست که ما فکر می‌کنیم. آنچه فیزیکدانان کوانتوم کشف کردند این بود که شخصی که ذرات ریزسازه‌های اتم‌ها را مشاهده می‌کند بر رفتار انرژی و ماده تأثیر می‌گذارد. آزمایشات کوانتومی نشان می‌دهد که الکترون‌ها همزمان در یک آرایه بی‌نهایت از مکان‌ها یا احتمالات در یک میدان نامرئی انرژی وجود دارند. اما هر الکترون تنها زمانی ظاهر می شود که بیننده روی مکانش تمرکز کند. به عبارت دیگر یک ذره نمی تواند در واقعیت تجلی پیدا کند. واقعیت یعنی همان مکان و زمان عادی که ما می شناسیم، مگر اینکه ما آنها را مشاهده کنیم. فیزیک کوانتومی این پدیده را فروریزش تابع موج و یا اثر ناظر می نامد. می‌دانیم در آن لحظه که ناظر به الکترون نگاه می‌کند، نقطه خاصی در زمان و مکان وجود دارد که تمام احتمالات الکترون به یک رویداد فیزیکی فرو می‌ریزد. با این کشف، ذهن و ماده دیگر لازم نبود جدا در نظر گرفته شوند. این دو ارتباطی درونی با هم دارند. در سطح زیراتمی انرژی به توجه فکورانه شما واکنش نشان داده و تبدیل به ماده می‌شود. اگر یاد بگیرید اثر ناظر را جهت دهی کنید و امواج بی‌نهایت احتمال را به انتخاب خود در یک واقعیت دلخواه فرو بریزید، زندگیتان چه تغییری می کند؟ آیا در مشاهده زندگی مطلوبتان بهتر عمل می کنید؟ بی‌نهایت واقعیت ممکن در انتظار ناظر. به این مسئله فکر کنید. هر چیزی در دنیای فیزیکی از ذرات و زیراتم‌های مانند الکترون تشکیل شده است. این ذرات به ماهیتشان وقتی به عنوان احتمال بالقوه محض وجود دارند، در حالت موج قرار دارند و در حال مشاهده شدن نیستند.
این ذرات به صورت بالقوه همه چیز و هیچ چیز هستند تا اینکه مشاهده شوند. آنها همه جا و هیچ جا وجود دارند تا اینکه مشاهده شوند. لذا هر چیزی در واقعیت فیزیکی ما به مثابه احتمال بالقوه محض وجود دارد. اگر ذرات زیر اتمی می توانند همزمان در بی نهایت مکان وجود داشته باشند، ما به صورت بالقوه می توانیم بی نهایت واقعیت ممکن را خلق کنیم. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم بر اساس هر یک از آرزوهای شخصی خود یک رویداد آینده را تصور کنیم، این واقعیت از قبل به مثابه یک امکان در حوزه کوانتومی وجود دارد و منتظر است که شما مشاهده اش کنید. اگر ذهن شما بتواند بر ظهور یک الکترون تأثیر بگذارد، سپس از نظر تئوریک میتواند به ظهور هر امکانی تأثیر بگذارد. این یعنی در میدان کوانتومی احتمال بالقوه‌ای وجود دارد که شما در آن سالم، پولدار، خوشبخت هستید. با من بمانید تا نشانتان بدهم با توجه حساب شده خواهید توانست از ذهنتان به عنوان ناظر استفاده کنید تا تعدادی زیادی موجهای زیر اتمی را در یک رویداد فیزیکی دلخواه سازماندهی کنید، رویدادی که تجربه‌ای در زندگی شما خواهد بود. اگر تمام ماده از انرژی تشکیل شده باشد، می توان گفت آگاهی و انرژی در مدل کوانتومی ماده آنقدر پیوند نزدیکی با هم دارند که یکی هستند. ذهن و ماده کاملا در هم تنیده هستند. آگاهی یا همان ذهن شما روی انرژی یا همان ماده تاثیر می‌گذارد. چون آگاهی شما انرژی است و انرژی آگاهی دارد. شما آنقدر قدرت دارید که بر ماده تاثیر بگذارید، چون شما در ابتدایی ترین سطح انرژی هستید که آگاهی دارد. شما ماده حائز اندیشه هستید. در مدل کوانتومی، دنیای فیزیکی نوعی ماده غیرمادی به هم پیوسته و یک پارچه اطلاعات است که به صورت بالقوه همه چیز است. اما از نظر فیزیکی همه چیز نیست. جهان کوانتومی منتظر یک ناظر آگاه است، من و شما، تا بیاید و با استفاده از ذهن و آگاهی که خود انرژی هستند، روی انرژی به مثابه ماده بالقوه تأثیر بگذارند و امواج امکانهای انرژی را به ماده فیزیکی فرو بریزند. این مسئله برای درک شما از چگونگی اثرگذاری و تغییر زندگی ضروری است. وقتی یاد میگیرید که چطور باید مهارت‌های مشاهده‌تان را تقویت کنید تا عمدن بر سرنوشت خود تأثیر بگذارید، در مسیر حرکت به سمت نسخه آرمانی زندگی خود قرار دارید، یعنی به نسخه آرمانی خودتان تبدیل می‌شوید. ما در میدان کوانتوم با همه چیز در ارتباطیم. ما نیز مانند هر چیز دیگری در این کیهان به نوعی با دریایی از اطلاعات در بعدی ورای مکان و زمان در ارتباط هستیم. برای تاثیرگذاری از عناصر فیزیکی لازم نیست با آنها تماس پیدا کنیم یا حتی با آنها نزدیک شویم. بدن فیزیکی الگوی بهینه‌ای شده‌ای از انرژی و اطلاعاتی است که با تمام چیزهای دیگر در این میدان کوانتومی در وحدت به سر میبرد. شما نیز مانند همه موجودات یک الگوی انرژی یا امضای خاصی را مخابره می‌کنید. در واقع تمام چیزهای مادی همواره در حال تشعشع الگوهای خاصی از انرژی هستند و این انرژی حاوی اطلاعات است. حالت ذهنی در حال نوسان شما به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه این امضا را لحظه به لحظه تغییر می‌دهد، زیرا شما فراتر از یک بدن فیزیکی هستید. شما خود آگاهی هستید که از بدن و مغز برای ابزار سطوح مختلفی از ذهن استفاده می‌کند. نگاه دیگری که میتوان به ارتباط بین انسان و میدان کوانتومی داشت، از منظر مفهوم در هم تنیدگی کوانتومی یا پیوند غیرموضعی کوانتومی است. در اساس اگر دو ذره در ابتدا بتوانند به نوعی به هم وصل شوند، همواره فراتر از مکان و زمان به هم پیوسته خواهند بود. در نتیجه هر اتفاقی برای یکی از این دو اتفاق بیفتد، برای دیگری هم اتفاق میافتد، حتی اگر از نظر فضایی از هم جدا باشند. این یعنی از آنجا که ما نیز از ذرات تشکیل شده ایم، همه ما به صورت ضمنی در ورای مکان و زمان با هم پیوند داریم. هر کاری که با دیگران می‌کنیم با خودمان کرده ایم. به این مسئله فکر کنید. اگر بتوانید این مفهوم را در ذهن خود وارد کنید، باید بپذیرید که شمایی که در آینده محتمل وجود دارد، از قبل با شمایی در ارتباط است که اکنون وجود دارد، در بعدی ورای مکان و زمان. با من بمانید تا پایان این کتاب این ایده برایتان کاملا عادی به نظر خواهد رسید. حالت وجودی یا حالت ذهنی ما وقتی ذهن و بدن یکی می شود.
لطفاً توجه کنید در سراسر این کتاب ایجاد حالت وجودی و حالت ذهنی را به یک معنا به کار میبرد. برای مثال میتوان گفت شیوه تفکر و احساسات شما نوعی حالت وجودی ایجاد میکند. از شما میخواهم درک کنید که وقتی از واژه حالت وجودی استفاده میکنم، بدن فیزیکی شما بخشی از این حالت است. در واقع همانطور که بعداً خواهید دید، بسیاری از افراد در حالتی وجود دارند که در آن بدن به ذهن تبدیل شده است. حالتی که در آن فرد تماماً تحت سلطه بدن و احساسات آن قرار دارد. لذا وقتی در مورد اثرگذاری ناظر حرف میزنیم، منظورمان نیست که تنها مغز بر ماده اثر میگذارد، بلکه بدن نیز بر آن تاثیر میگذارد. حالت وجودی شما وقتی که ذهن و بدن یکی میشوند به عنوان ناظر بر دنیای بیرون اثر میگذارد. افکار به اضافه احساسات نتایج لوله آزمایش را تولید میکنند. ما بیشتر از طریق احساسات و افکارمان با میدان کوانتومی ارتباط برقرار می‌کنیم. همانطور که می‌دانید، تکانه‌های الکتریکی تولید شده در مغز را می‌توان به راحتی توسط دستگاه‌هایی مانند EEG اندازه گرفت. پس این افکار ابزار اصلی ما برای ارسال سیگنال به این میدان هستند. پیش از اینکه وارد عمق این مسئله شویم، می‌خواهم یک تحقیق قابل توجه را با شما در میان بگذارم که نشان می‌دهد افکار و احساسات ما چطور بر ماده اثر می‌گذارند. گلن راین، دکترای زیستشناسی سلولی، یک سری آزمایشات برای بررسی توانایی شفادهنده‌ها در تاثیرگذاری بر نظام‌های زیستی طراحی کرد. از آنجایی که DNA از سایر مواد مانند سلول‌ها یا باکتری‌های کشف شده پایدارتر است، او تصمیم گرفت از شفادهنده‌ها بخواهد که لوله‌های آزمایش حاوی DNA را در دست بگیرند. این تحقیق در مرکز تحقیقاتی هارتمز در کالیفرنیا انجام شد. محققان این مرکز تحقیقات فوق‌العاده‌ای در رابطه با فیزیولوژی احساسات، تعاملات مغز، قلب و موضوعات دیگر انجام دادند. آنها و افراد دیگر پیوند خاصی بین حالتهای عاطفی و ریتم‌های قلبی پیدا کردند. وقتی ما احساسات منفی داریم مثل خشم و ترس، ریتم قلب ما نامنظم می شود. اما احساسات مثبت مانند عشق و شادی برای مثال، الگوهای بسیار منظم و منسجم ایجاد می کنند که محققین آن را انسجام قلبی می نامند. در آزمایش‌های دکتر راین، ابتدا گروهی متشکل از 10 نفر بررسی شدند که در زمینه استفاده از فنون انسجام قلبی هارتمز آموزش دیده بودند. آنها از این فنون برای تولید احساسات قوی و والایی مانند عشق و ستایش استفاده می‌کردند. سپس به مدت 2 دقیقه ویال‌های حاوی نمونه‌های DNA را که در آب دیونیزه نگهداری می‌شدند در دست نگه می‌داشتند. وقتی نمونه‌ها را تحلیل کردند، هیچ تغییر معناداری از نظر آماری رخ نداده بود. گروه دوم شرکت کننده‌های آموزش دیده نیز همین کار را تکرار کردند، اما به جای اکتفا به این احساسات مثبتی مانند عشق و ستایش، آنها همزمان قصد یا فکری را در راستای گشودن یا جمع کردن رشته‌های DNA در سر خود می‌پروراندند. در برخی موارد رشته‌های DNA تا 25% گشوده یا جمع شده بودند. گروه سوم قصد مشخصی برای تغییر DNA داشتند، اما با آنها گفته شده بود که وارد حالت عاطفی مثبت نشوند. به عبارت دیگر، این افراد تنها از فکر یا همان قصد برای تاثیرگذاری بر ماده استفاده می‌کردند. نتیجه، هیچ تغییری در نمونه‌های DNA ایجاد نشده بود. حالت احساسی مثبت که گروه اول در آن وارد شده بود، به خودی خود DNA را تغییر نداد. تفکر هدفمند گروه سوم نیز به تنهایی نتوانست تاثیرگذار باشد. تأثیر مورد نظر تنها زمانی ایجاد شد که سوژه‌ها احساسات برانگیخته و اهداف مشخص و واضحی داشتند. فکر هدفمند به عنوان تأمین دهنده انرژی نوعی کاتالیزور نیاز دارد و این انرژی همان احساسات برانگیخته است. قلب و ذهن باید در کنار هم کار کنند. احساسات و افکار باید در یک حالت وجودی وحدت پیدا کنند. اگر یک حالت وجودی بتواند در 2 دقیقه رشته‌های DNA را جمع کرده و یا باز کند، این مسئله در مورد توانایی ما در ایجاد واقعیت چه میگوید؟ آنچه آزمایش‌های هارتمس به ما نشان داد این است که میدان کوانتوم صرفاً به خواسته‌های ما، یعنی درخواست‌های احساسی، واکنش نشان نمی‌دهد. به قصدهای ما یا افکار ما نیز واکنش نشان نمی‌دهد. این میدان تنها زمانی واکنش نشان می‌دهد که این دو همسو و منسجم شوند، یعنی وقتی سیگنال یکسانی مخابره می‌کنند.
وقتی ما احساسات برانگیخته را با اندیشه های واضح ترکیب کنیم، به میدان سیگنال می دهیم که به شیوه فوق‌العاده‌ای واکنش نشان دهد. افکار و احساسات، مخابره سیگنال های الکترومغناطیسی به میدان کوانتوم. از آنجا که هر احتمال بالقوه در دنیا موجی از امکان است که یک میدان الکترومغناطیسی دارد و ذاتاً انرژی است، پس می توان گفت که افکار و احساسات ما استثنا نیستند. به نظر من این مدل مناسبی است. اگر افکارمان را بار الکتریکی موجود در میدان کوانتوم بدانیم و احساسات را بار مغناطیسی این میدان در نظر بگیریم، افکاری که ما به آنها میاندیشیم سیگنال الکتریکی به میدان میفرستند. احساساتی که ما تولید میکنیم رویدادها را مانند آهنربا به سمتمان جذب میکنند. طرز فکر و احساسات ما در کنار هم حالت وجودی را ایجاد میکند و آن نیز امضای الکترومغناطیسی ایجاد میکند که بر تمام اتم‌های دنیای ما اثر میگذارد. این مسئله باید باعث شود که از خود بپرسیم هر روز یک چیزی را به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مخابره می‌کنم؟ تمام تجربه‌های بالقوه به مثابه امضای الکترومغناطیسی در میدان کوانتوم وجود دارد. تعداد امضاهای الکترومغناطیسی بالقوه بی‌نهایت است. امضای نبوغ، ثروت، آزادی، سلامتی و این امضاها از قبل به مثابه الگوهای بسامدی انرژی وجود دارند. اگر بتوانید با تغییر حالت وجودی خود میدان الکترومغناطیسی جدیدی ایجاد کنید، آیا ممکن است که بدن شما به سمت این رویداد جذب شود یا اینکه این رویداد است که شما را پیدا می‌کند؟ احتمالات بالقوه الکترومغناطیسی میدان کوانتوم. شکل یک زال. تمام تجربه‌های بالقوه در میدان کوانتوم به مثابه دریایی از امکان‌های بی‌نهایت وجود دارند. وقتی شما امضای الکترومغناطیسی خود را عوض می‌کنید یا با امضایی که از قبل در میدان وجود دارد همخوانی داشته باشد، بدنتان به آن رویداد کشیده می‌شود. وارد یک خط زمانی جدید می‌شوید و یا رویداد شما در واقعیت جدیدتان پیدا می‌شود. به زبان ساده، افکار و احساسات گذشته شما حالت وجودی یکسانی را تداوم می‌بخشد که آن نیز رفتارهای یکسان ایجاد می‌کند و واقعیت یکسانی را می‌آفریند. لذا اگر می‌خواهید برخی از وجود واقعیت خود را تغییر دهید، باید به شیوه جدیدی بیاندیشیم، احساس کنیم و عمل کنیم. باید کس دیگری بشویم. باید حالت ذهنی جدیدی ایجاد کنیم. باید نتایج جدید را با ذهنیت جدید مشاهده کنیم. از منظر کوانتومی ما باید به عنوان ناظر حالت وجودی متفاوتی را ایجاد کنیم و امضای الکترومغناطیسی جدیدی تولید کنیم. وقتی این کار را بکنیم با واقعیت بالقوه میدان کوانتومی که تنها به عنوان یک احتمال بالقوه الکترومغناطیسی وجود دارد هم ارتعاش می‌شویم. وقتی این هم ارتعاشی بین کسی که هستیم، چیزی که مخابره می‌کنیم و احتمال بالقوه الکترومغناطیسی موجود در میدان ایجاد شود، ما به سمت یک واقعیت بالقوه کشیده می‌شویم و این واقعیت ما را پیدا می‌کند. می‌دانم که وقتی به نظر می‌رسد زندگیتان در توالی نسخه‌های بی‌پایان نتایج منفی گیر کرده است، این کار دشوار است، اما تا زمانی که شما همان شخص قبلی بمانید، تا زمانی که امضای الکترومغناطیسی شما همان امضای قبلی بماند، نمی‌توانید انتظار نتایج جدیدی داشته باشید. تغییر زندگی یعنی تغییر انرژی، ایجاد تغییری بنیادین در ذهن و احساسات شما. اگر نتیجه جدید می‌خواهید، باید از عادت خود قدیمیتان دست بردارید و خود جدیدی را کشف کنید. تغییر نیازمند انسجام است. افکار و احساساتتان را همسو کنید. حالت وجودی شما و لیزر چه وجه اشتراکی دارند؟ هدفم از بیان این ارتباط این است که چیز دیگری به شما نشان دهم که برای تغییر زندگیتان به آن نیاز دارید. لیزر مثال خوبی از یک سیگنال همدوس است. وقتی فیزیکدانان در مورد سیگنال همدوس حرف میزنند، در واقع دارند به سیگنالی اشاره میکنند که از موج‌هایی تشکیل شده است که همفاز هستند، یعنی قعر و قله، یعنی نقاط پایین و نقاط بالا موازی هستند. وقتی این امواج همدوس باشند، بسیار بسیار قوی هستند. الگوی موج شکل یک ر. وقتی موج‌ها همفاز و ریتمیک باشند، قوی‌تر از حالتی هستند که در فاز مخالف باشند. امواج یک سیگنال یا همسو هستند یا همسو نیستند، یا همدوسند یا ناهمدوس. و در مورد افکار و احساسات شما هم همین را میتوان گفت. چند بار پیش آمده که شما سعی کنید چیزی را درست کنید، مغزتان بگوید انجام این کار ممکن است، حال آنکه احساساتتان میگویند ممکن نیست. نتیجه این سیگنال ناهمدوس و غیر همفاز که شما ارسال کرده اید چه بود؟ چرا هیچ دستاوردی نداشتید؟
همانطور که در تحقیق هارتمس مشاهده کردید، آفرینش کوانتومی تنها در صورتی جواب می‌دهد که فکر و احساساتتان همسو باشند. درست همانطور که امواج یک سیگنال وقتی هم دوست باشند قدرتمندتر می‌شوند، خود شما نیز وقتی افکار و احساساتتان همسو باشند همینطور می‌شوند. وقتی افکار روشن و متمرکزی در رابطه با اهدافتان در سر دارید و در کنار آن نوعی احساس مشتاقانه وجود دارد، سیگنال الکترومغناطیسی قوی‌تری می‌فرستید که شما را به سمت واقعیتی که مطابق خواسته‌تان هست می‌کشد. در کارگاه‌هایم هم زیاد در مورد مادر بزرگم حرف می‌زنم. زنی که او را خیلی دوست داشتم. او یک ایتالیایی بود، اما در مقوله احساس گناه کاتولیکی غرق شده بود. او همیشه دعا می‌کرد و به زندگی جدید فکر می‌کرد. اما احساس گناه آنقدر در درونش نهادینه شده بود که سیگنال ارسالیش را مخدوش می‌کرد. او تنها دلایل بیشتری برای احساس گناه از خود نشان می‌داد. اگر قصد و امیال شما نتایج منسجمی تولید نکرده است، به احتمال زیاد شما پیام ناهمدوست و درهمی را به میدان فرستادید. شاید شما ثروت بخواهید، شاید شما ثروتمندانه فکر کنید، اما اگر احساس فقیر بودن کنید، نخواهید توانست تمکن مالی را به سمت خود جذب کنید. چرا نه؟ چون افکار زبان مغز هستند و احساسات زبان بدن. شما طوری فکر می‌کنید و طور دیگری احساس می‌کنید و وقتی ذهن در تقابل با بدن باشد یا برعکس، میدان به شیوه منسجم واکنش نشان نخواهد داد. بلکه وقتی ذهن و بدن با هم کار می‌کنند، وقتی افکار و احساسات با هم همسو هستند، وقتی در حالت وجودی جدیدی قرار دارید، آنگاه است که سیگنال همدوست را روی امواج نامرئی سوار کرده‌اید. چرا نتایج کوانتومی شما را شگفت زده می‌کند؟ حال بگذارید قطعه دیگری از پازل را در جای خود قرار دهیم. برای تغییر واقعیت لازم است نتایجی که به خودمان جذب می‌کنیم در زمان به وقوع پیوستنشان ما را شگفت زده و حتی مبهوت کنند. هرگز نباید بتوانیم شیوه تجلی آفرینشمان را پیش بینی کنیم. باید نتایج ما را مات و بهت زده کنند. باید نتایج ما را از خواب واقعی روتینی که به آن عادت کرده ایم بیدار کنند. این تجلی ها باید شک و شبهه‌ای در ما باقی نگذارد که آگاهیمان با میدان هوشمند کوانتومی ارتباط برقرار کرده است، طوری که ترغیب شویم دوباره این کار را بکنیم. لذا فرایند آفرینش در همین است. چه نیازی به شگفت زدگی کوانتومی داریم؟ اگر بتوانیم رویدادی را پیش بینی کنیم، پس این رویداد جدید نیست، بلکه روتین و خودکار است و شما قبلا آن را بارها تجربه کرده اید. در واقع اگر تلاش کنید شیوه وقوع یک نتیجه را کنترل کنید، به شیوه نیوتنی عمل کرده اید. فیزیک نیوتنی یا فیزیک کلاسیک یعنی تلاش برای پیش بینی رویدادها. این نوع فیزیک تماما مربوط به علت و معلول است. نیوتنی بودن در رابطه با توانایی آفرینش به چه معناست؟ یعنی وقتی محیط بیرونی محیط درونی شما را کنترل می‌کند. این یعنی علت و معلول. به جای این محیط درونی خود را تغییر دهید، طرز فکر و احساساتتان را، و سپس خواهید دید که محیط بیرونی چطور در اثر تلاش‌های شما دگرگون خواهد شد. تلاش کنید که یک تجربه ناشناخته و جدید آینده را ایجاد کنید. سپس وقتی رویدادهای غیرمنتظری به نفع شما رخ داد، شگفت زده خواهید شد. شما تبدیل می‌شوید به یک آفریننده کوانتومی. شما از علت و معلول به ایجاد معلول رسیده اید. قصد مشخصی از آنچه که می‌خواهید بر سر داشته باشید و هدف نهایی را به وضوح در ذهنتان مجسم کنید، اما جزئیات امر را به میدان غیرقابل پیشبینی کوانتومی واگذار کنید. بگذارید این میدان یک رویداد را در زندگی شما تنظیم کند، طوری که فقط برای شما مناسب باشد. اگر قرار است انتظار چیزی را داشته باشید، انتظار چیز غیرمنتظره‌ای را داشته باشید. تسلیم شوید، اعتماد کنید و شیوه وقوع رویداد مطلوب را رها کنید. این بزرگترین مانعی است که باید از سر راه برداریم. چون ما انسان‌ها همیشه می‌خواهیم با تلاش برای بازآفرینی واقعیت گذشته، واقعیت آینده را کنترل کنیم. آفرینش کوانتومی، شکرگزاری قبل از دریافت نتیجه. همین حالا در مورد همسو شدن فکر و احساس برای تولید نتیجه مورد نظرمان حرف زدم. اما در این فرایند باید جزئیات مربوط به شیوه وقوع رویداد را رها کنیم. این نوعی جهش ایمانی است و اگر بخواهیم زندگی مملو از نتایج کسالتبار و قابل پیشبینی را رها کرده و زندگی شادی را به دست آوریم که مملو از تجربیات جدید و شگفتی‌های کوانتومی است، باید این جهش را انجام دهیم.
اما اگر بخوایم خودمان را به واقعیت تبدیل کنیم، باید جهش ایمانی دیگری کنیم. شما تحت چه شرایطی معمولاً شکرگزاری می‌کنید؟ شاید بگویید به خاطر خانواده‌ام شکرگزارم، به خاطر خانه خوبم، دوستانم، شغلم. بچه اشتراک این مسائل این است که اینها همکنون در زندگی شما وجود دارند. در حالت کلی ما برای چیزهایی شکرگزاری می‌کنیم که قبلا در زندگیمان رخ داده و یا همکنون در زندگیمان باشند. من و شما به صورت شرطی شده معتقدیم که برای شادی دلیل می‌خواهیم، برای سپاسگزاری انگیزه می‌خواهیم و برای ورود به حالت عشق زمینه می‌خواهیم. این یعنی ما به واقعیت بیرونی متکی هستیم تا احساسات درونیمان را تغییر دهد. این همان الگوی نیوتنی است. مدل جدید واقعیت ما را به چالش می‌کشد که به عنوان آفریننده‌های کوانتومی پیش از آنکه شواهد فیزیکی را با حواسمان درک کنیم، چیزی را در درون خودمان، در ذهن و بدن و در فکر و احساس تغییر دهیم. آیا می توانید احساس تعالی مرتبط با یک رویداد را پیش از وقوع آن احساس کرده و به خاطرش شکرگزاری کنید؟ آیا می توانید آنقدر کامل واقعیت را تصور کنید که بتوانید همین حالا در آن زندگی آینده قرار بگیرید؟ به زبان آفرینش کوانتومی، آیا می توانید به خاطر چیزی که هنوز به مثابه یک احتمال بالقوه در میدان کوانتومی وجود دارد، اما هنوز به واقعیت نپیوسته است، شکرگزار باشید؟ اگر اینطور است، دارید از علت و معلول فاصله میگیرید. یعنی از انتظار برای اینکه چیزی در بیرون بیاید و درون شما را تغییر دهد، به سمت ایجاد معلول، یعنی تغییر آنچه درون است برای تولید اثر و یا معلول در بیرون از شما حرکت کرده اید. وقتی شما در حالت شکرگزاری قرار دارید، سیگنالی را به میدان ارسال می کنید که یک رویداد قبلا روی داده است. شکرگزاری فراتر از یک فرایند فکری است. باید احساس کنید که انگار چیزی که می‌خواهید در همین لحظه در واقعیت شما قرار دارد. لذا بدنتان که تنها زبان احساس را می‌فهمد، باید درک کند که سهم احساسی خود را از تجربه آینده برداشته است و این اتفاق همین الان دارد می‌افتد. هوش کیهانی و میدان کوانتومی. امیدوارم تا اینجا دست کم با برخی از مفاهیم بنیادین و ساده مدل کوانتومی موافق باشید. اینکه تمام واقعیت فیزیکی در اصل انرژی است که در شبکه‌های وسیعی قرار دارد که در بین فضا و زمان ارتباط برقرار می‌کند. این شبکه یا همان میدان کوانتومی تمام امکان را در خود دارد که اینها می توانند از طریق افکار یا آگاهی، مشاهدات، احساسات و حالت وجودی ما به واقعیت فیزیکی تبدیل شوند. اما آیا واقعیت چیزی نیست مگر آن نیروهای الکترومغناطیسی بی‌تفاوتی که در واکنش به یکدیگر ایجاد می شوند؟ آیا این روحیه سرزنده درون ما تنها تابع زیست و تصادف است؟ با افرادی که چنین دیدگاهی دارند گفتگوها کردم. این بحث در پایان به گفتگویی منتهی می شود که مانند زیر است. این هوشی که باعث تداوم تپیدن قلب ما می شود از کجا می آید؟ این بخشی از سیستم عصبی خودمختار است. این سیستم در کجا قرار دارد؟ در مغز، دستگاه لیمبیک مغز بخشی از سیستم عصبی خودمختار است. و در درون مغز آیا بافت‌های خاصی وجود دارد که مسئول حفظ ضربان قلب ما باشند؟ بله. این بافت‌ها از چه چیزی تشکیل شده‌اند؟ سلول. این سلول‌ها از چه چیزی تشکیل شده‌اند؟ از مولکول. این مولکول‌ها از چه چیزی تشکیل شده‌اند؟ از اتم. اتم‌ها از چه چیزی تشکیل شده‌اند؟ از ذرات زیر اتمی. و این ذرات اتمی بیش از چه چیزی تشکیل شده‌اند؟ از انرژی. وقتی به این نتیجه رسیدیم که دستگاه فیزیولوژی ما از همون چیزی تشکیل شده است که باقی کیهان از آن شکل یافته است و این افراد با این مفهوم روبرو شدند که آنچه بدن را زنده نگه می‌دارد نوعی انرژی است یا همان 99.99% از هیچ که کیهان فیزیکی را شکل می‌دهد، یا شانه بالا می‌اندازند و می‌روند و یا متوجه می‌شوند که این مفهوم که یک اصل وحدت بخش بر تمام واقعیت فیزیکی سایه انداخته است، مفهومی ساختگی و بی‌بنیاد نیست. خنده‌دار نیست که تمام حواسمان جمع 1/1000% از واقعیت است که شکل فیزیکی دارد؟ آیا چیزی در نگاه ما از قلم نیفتاده است؟ اگر این هیچ از امواج انرژی که حاوی اطلاعات هستند تشکیل شده است و این نیرو ساختارهای فیزیکی و عملکردشان را سازمان می‌دهد، آنگاه بدون شک می‌توان میدان کوانتومی را نوعی هوش نامرئی محسوب کرد. چون انرژی در بنیاد تمام واقعیت فیزیکی قرار دارد
این هوشی که برایتان وصف کردم خود را به صورت ماده سازماندهی کرده است. گفتگوی فوق را نوعی الگو و نمونه برای این مسئله تلقی کنید که همین هوش کیهانی است که به آن میدان و تمام چیزهای داخلش زندگی می‌بخشد. چیزهایی از جمله من و شما. این نیرو همان ذهن کیهانی است که تمام وجود دنیای مادی را به حرکت در می‌آورد. این هوش ضربان قلب ما را حفظ می‌کند، شکم‌هایمان را به هضم غذا قادر می‌کند و بر تعداد بیشماری واکنش شیمیایی نظارت می‌کند که در هر ثانیه در هر سلول رخ می‌دهد. به علاوه همین آگاهی است که باعث می‌شود درختان میوه بدهند و کهکشان‌های دوردست شکل بگیرند و نابود شوند. چون این هوش در همه مکانها و زمانها وجود دارد و قدرتش را بر تمام چیزهای درون و اطراف ما اعمال می کند. می توان گفت که هم شخصی است و هم کیهانی. ما به عنوان امتدادی از این هوش می توانیم آن را تقلید کنیم. درک کنید که این هوش کیهانی از همان آگاهی برخوردار است که ما را به فرد تبدیل می کند. هرچند این قدرت کیهانی و عینی است، اما نوعی آگاهی هم دارد، نوعی هوشیاری برای خودش و نوعی توانایی حرکت و عمل در دنیای مادی. به علاوه این هوش در تمام سطوح هوشیار است، نه تنها در سطح خودش بلکه نسبت به من و شما هم هوشیار است، چون این آگاهی به همه چیز توجه می کند. پس ما را هم مشاهده کرده و مورد توجه قرار می دهد. از افکار، رویاها و رفتارها و امیال ما خبر دارد و همه چیز را در حالت فیزیکی مشاهده می کند. چطور ممکن است یک آگاهی که تمام زندگانی را آفریده است، که انرژی صرف می کند و خواهد کرد تا تمام عملکردهای درون بدنمان را همواره و پیوسته تنظیم کرده و ما را زنده نگه دارد، که چنین توجه عمیق و مانایی به ما کرده است، چیزی باشد به جز عشق ناب؟ وقتی ما از ویژگی‌های این هوشیاری تقلید می‌کنیم، آفریننده می‌شویم. وقتی در تشدید با این هوش عاشق قرار می‌گیریم، مانند آن می‌شویم. وقتی ذهن ما با ذهن آن یکی باشد، وقتی عشق ما به زندگی با عشق آن به زندگی یکی باشد، این آگاهی کیهانی را فعال می‌کنیم و ما به نیروی متعالی تبدیل می‌شویم که از گذشته و حال فراتر رفته و درهای آینده را می‌گشاید. ما همان چیزی را پس می‌گیریم که ارسال کردیم. ترتیب دادن رویاها در زندگی ما اینگونه است. اگر رنج را تجربه کرده باشیم و در درون ذهن و بدنمان این رنج را نگه داریم و از طریق افکار و احساساتمان بیانش کنیم، امضای انرژی دار را به میدان مخابره می‌کنیم. هوش کیهانی با ارسال رویداد دیگری که همان واکنش ذهنی و احساسی قبلی را ایجاد می‌کند به ما پاسخ می‌دهد. افکار ما سیگنال را ارسال می‌کنند. دارم رنج می‌کشم. و احساسات ما دارم رنج میکشم رویدادی را به زندگی ما میکشانند. با این بسامد احساسی هم ارتعاش است، یعنی دلیل خوبی برای رنج کشیدن به ما میدهد. در عمل ما داریم همیشه به دنبال مدرک وجود هوش کیهانی میگردیم و آن نیز بازخوردش را همیشه در محیط بیرونی ما نشان میدهد و ما این گونه قدرتی داریم. پرسشی که در دل این کتاب نهفته است این است که چرا ما سیگنالی را ارسال نمی کنیم که برای ما نتیجه مثبت ایجاد کند؟ چطور می توانم آنقدر تغییر کنم که سیگنال ارسالیمان با چیزی که قصد تولیدش را داریم هم ارتعاش باشد؟ ما زمانی تغییر خواهیم کرد که به طور کامل به این باور سرسپرده شویم که اگر فکر یا سیگنال ارسالیمان را انتخاب کنیم، خواهیم توانست انرژی ایجاد کنیم که قابل مشاهده و غیر منتظره باشد. در حضور این هوش کیهانی ما به خاطر گناهان ما مجازات نمی شویم، یعنی به خاطر افکار، احساسات و اعمالمان، بلکه توسط آنها مجازات می شویم. وقتی ما بر مبنای فکر یا احساسی مثل رنج که در اثر یک تجربه نامطلوب در زندگیمان ایجاد شده است، سیگنالی به میدان مخابره می کنیم، آیا تعجب دارد که میدان هم به همان شیوه منفی به ما پاسخ دهد؟ چندین بار تاکنون این کلمات یا مشابه آنها را به زبان آوردید. باورم نمی شود. چرا این اتفاق همیشه برای من می افتد؟ بر اساس درک شما از ماهیت واقعیت، آیا اکنون می دانید که این جملات بیانگر پذیرش مدل نیوتنی یا دکارتی است که در آن شما قربانی علت و معلول هستید؟ آیا می دانید که شما کاملا این توانایی را دارید که معلولی را برای خود ایجاد کنید؟ آیا می دانید که به جای جملات فوق می توانید از خود بپرسید چه احساس، فکر و رفتاری داشته باشم تا نتیجه مورد نظرم را به دست بیاورم؟
پس مأموریت ما این است که به صورت قصدمندانه وارد حالت آگاهی شویم که به ما امکان دهد با هوش کیهانی ارتباط برقرار کنیم و سیگنال واضحی ارسال کنیم مبنی بر این که ما واقعاً انتظار داریم تغییر کنیم و می‌خواهیم نتایج مورد نظرمان را به شکل بازخورد در زندگیمان مشاهده کنیم. وقتی ما هدفمند می‌آفرینیم، باید نشانه‌ای از این آگاهی کوانتومی بخواهیم که نشان دهد با آن ارتباط برقرار کرده ایم. جرأت به خرج دهید و همزمانی‌هایی بخواهید که با نتایج مطلوبتان ارتباط داشته باشد. وقتی این کار را کردید، دارید به قدر کافی جرأت پیدا می‌کنید که بخواهید بدانید که این آگاهی واقعی است و از تلاش‌های شما آگاه است. وقتی این را بپذیرید، آنگاه می‌توانید در خود حالت شادی و الهام ایجاد کنید. این اصل از ما می‌خواهد که آنچه را که فکر می‌کنیم، می‌دانیم رها کرده و تسلیم ناشناخته‌ها شویم. سپس اثر آن را به شکل بازخورد در زندگیمان مشاهده کنیم و این بهترین راهی است که یاد می‌گیریم. وقتی ما نشانه‌های مثبت را گرفتیم، وقتی تغییر شرایط بیرونیمان را به سمت مطلوب مشاهده کردیم، آنگاه می‌دانیم آنچه که در درونمان انجام داده‌ایم درست بوده است. به طور طبیعی ما آنچه را انجام داده ایم به خاطر می‌سپاریم تا بتوانیم دوباره انجامش دهیم. فیزیک کوانتومی غیر حسی است. فیزیک نیوتنی میگوید همیشه یک سری تعاملات خطی وجود دارد که قابل پیش بینی و قابل تکرار هستند. میدانید اگر A به اضافه B مساوی با C است، آنگاه C به اضافه B به اضافه E مساوی با F است. اما در دنیای عجیب و غریب مدل کوانتومی واقعیت همه چیز در میدان چند بعدی اطلاعات با هم در ارتباط است. طوری که به صورت کلی همه چیز فراتر از مکان و زمانی که ما میشناسیم در هم تنیده شده است. یکی از دلایل این فراریت فیزیک کوانتومی این است که ما سالیان سال عادت کردیم که بر اساس حواسمان عمل کنیم. اگر واقعیت را با حواسمان سنجیده و تایید کنیم، در پارادایم نیوتنی گیر افتادیم. این مدل کوانتومی از ما می‌خواهد که درکمان از واقعیت بر حواس استوار نباشد. فیزیک کوانتومی غیر حسی است. در فرایند آفرینش آینده از طریق مدل کوانتومی حواس ما باید آخرین جزئی باشد که آفرینش ذهن را تجربه می کند. آخرین چیزی که ما تجربه می کنیم بازخورد حسی است. چرا؟ دنیای کوانتوم یک واقعیت چند بعدی است. در ورای حواس ما وجود دارد. در قلمرویی که هیچ بدنی، هیچ چیزی و هیچ زمانی وجود ندارد. لذا برای ورود به این حوزه و آفرینش بر اساس این پارادایم باید برای مدتی بدنمان را فراموش کنیم. همچنین باید هوشیاری خود را به صورت موقت از محیط بیرونیمان دور کنیم. محیط بیرونی یعنی تمام چیزهایی که در زندگی آنها را به بخشی از هویت خود محسوب می‌کنید. همسرتان، بچه‌هایتان، داراییتان و مشکلاتتان همه بخشی از هویتتان هستند. از طریق این موارد است که شما با دنیای بیرون همزاد پنداری می‌کنید و در آخر باید از زمان خطی دست بردارید. یعنی در آن لحظه‌ای که به صورت قصدمندانه دارید یک تجربه بالقوه آینده را مشاهده می‌کنید، باید آنقدر حاضر باشید که ذهنتان دیگر بین خاطرات گذشته و انتظار یک آینده مثل همیشه در نوسان نباشد. آیا خنده‌دار نیست که برای تاثیرگذاری بر واقعیت یا همان محیط، شفابخشی به بدنتان و یا تغییر رویدادها در زمان آینده تان باید به طور کامل دنیای بیرونیتان را رها کنید و باید زمان را کاملا بیخیال شوید، هیچ زمانی، و در عمل به آگاهی محض تبدیل شوید. این کار را انجام دهید و خواهید دید که بر محیط، بدن و زمان تسلط دارید. من این ستا را ستای بزرگ می نامم و آنجا که دنیای زیر اتمی میدان از آگاهی ناب و محض تشکیل شده است. نمی توانید جز به صورت آگاهی محض به آن وارد شوید. نمی توانید به عنوان کس وارد میدان کوانتوم شوید. باید هیچ کس باشید. مغز شما ذاتاً این توانایی را دارد که این مهارت را مورد بهره برداری قرار دهد. وقتی درک کردید که شما به طور کامل به تمام قابلیت‌های لازم برای این کار دسترسی دارید، می توانید دنیا را پشت سر بگذارید و وارد واقعیت جدیدی در ورای مکان و زمان شوید. به طور طبیعی ترغیب خواهید شد که آن را در زندگی خود به کار ببرید. فراروی از زمان و مکان. فراروی از زمان و مکان یعنی چه؟ اینها سازه‌هایی هستند که بشر برای توجیه پدیده‌های فیزیکی مرتبط با مکان و درکمان از زمان ابداع کرده است. وقتی در مورد این صحبت می‌کنیم که یک لیوان روی میز قرار دارد، داریم بر حسب مکان و مدت اشغال این مکان توسط آن شی صحبت می‌کنیم.
چقدر در آنجا خواهد ماند؟ بعداً کجا خواهد رفت؟ با اینکه زمان چیزی نیست که ما واقعاً بتوانیم آن را احساس کنیم، اما درست مانند حسی که از مکان داریم، گذر آن را احساس می‌کنیم. درست همانطور که فشار بدنمان بر روی صندلی و فشار پاهایمان بر روی زمین را حس می‌کنیم. گذر ثانیه‌ها، دقایق و ساعت‌ها را نیز احساس می‌کنیم. در میدان کوانتومی امکان‌های بی‌نهایت ماده‌سازی واقعیت فراتر از مکان و زمان قرار دارد. چون یک امکان بنا به تعریف حضور به وجود نیامده است. اگر وجود ندارد، پس مکان و زمانی را نیز اشغال نمی‌کند. یعنی هر چیزی که وجود مادی نداشته باشد، در ورای مکان و زمان وجود دارد. از آنجا که میدان کوانتومی چیزی نیست غیر از امکان غیر مادی، پس در خارج از مکان و زمان قرار دارد. همین که ما یکی از امکانهای بی‌نهایت را مشاهده کردیم و به آن واقعیت مادی بخشیدیم، آن نیز دو ویژگی مکان و زمان را دارا می شود. برای ورود به میدان به حالت مشابهی وارد شوید. بسیار خوب، پس ما این قدرت را داریم که واقعیت مادی خودمان را با انتخاب آن از میدان کوانتومی ایجاد کنیم. اما لازم است به نوعی به این میدان دسترسی پیدا کنیم. ما همیشه به آن وصلیم، اما چطور می توانیم کاری کنیم که این میدان به ما پاسخ دهد؟ اگر ما پیوسته در حال تشعشع انرژی هستیم و لذا اطلاعاتی به این میدان ارسال کرده و اطلاعاتی را از آن دریافت می کنیم، چطور می توانیم به شیوه مؤثری با آن ارتباط برقرار کنیم؟ در فصلهای بعدی به تفصیل در مورد روش ورود به این میدان حرف خواهم زد. اما حالا کافی است بدانید که برای ورود به میدان که در ورای مکان و زمان وجود دارد، شما نیز باید به حالت مشابه وارد شوید. آیا تا به حال این را تجربه کرده اید که به نظر برسد مکان و زمان ناپدید شده‌اند؟ به آن لحظه فکر کنید که دارید رانندگی می‌کنید و فکرتان روی مشکلاتتان متمرکز شده است. وقتی این اتفاق می‌افتد، شما بدنتان را فراموش می‌کنید. دیگر از احساستان در مکان آگاهی ندارید. محیط را فراموش می‌کنید. دنیای بیرونی ناپدید می‌شود و زمان را نیز فراموش می‌کنید. اصلا نمی‌دانید چقدر در این حالت غرق شده اید. در این لحظات شما در آستانه دری قرار دارید که به شما اجازه می‌دهد وارد میدان شوید و بتوانید با آن هوش کیهانی کار کنید. لذا می‌توان گفت که شما قبلا فکر را از هر چیزی واقعی‌تر کرده اید. کمی بعد دستورالعمل‌هایی در رابطه با روش ورود منظم به این آگاهی، روش دسترسی به میدان و روش ارتباط مستقیم با هوش کیهانی به شما خواهم داد. ذهن خود را عوض کنید تا زندگیتان عوض شود. در این فصل شما را از مفهوم جدایی کامل ذهن و ماده به مدل کوانتومی رساندم. مدلی که میگوید این دو جدا نشدنی هستند. ذهن ماده است و ماده ذهن است. لذا تمام آن دفعاتی که در گذشته تلاش کرده اید تغییر کنید، ممکن است تفکراتتان در بنیاد محدود بوده باشد. به احتمال زیاد شما معتقد بودید که همیشه باید شرایط بیرونتان تغییر پیدا کند. اگر این همه تعهد و مسئولیت نداشتم، می توانستم وزن اضافه‌ام را کم کنم و سپس خوشحال باشم. همه ما نسخه از همین مضمون را بیان کرده ایم. اگر این، آنگاه آن، علت و معلول. اگر بتوانید ذهن، فکر، احساس و شیوه بودنتان را در ورای مرزهای زمان و مکان عوض کنید چه؟ اگر جلوتر از زمان تغییر کنید و بتوانید اثرات تغییرات درونی را در دورنای بیرونیتان ببینید چه؟ شما می توانید. آنچه تغییر عمیق و مثبتی در زندگی من و در زندگی دیگران ایجاد کرده است، درک این مسئله است که تغییر ذهن و لذا ایجاد تجربه جدید و دستیابی به بینش‌های جدید صرفاً به شکست عادت‌های خود قدیمیمان بودن مربوط است. وقتی شما بر حواس خود غلبه کنید، وقتی درک کنید که زنجیره‌های گذشته شما را محدود نمی‌کنند، وقتی طوری زندگی می‌کنید که زندگیتان، بدن و محیط و زمانتان بزرگتر باشد، آنگاه همه چیز ممکن است. هوش کیهانی که وجود تمام چیزها در آن است، شما را شگفت زده و خوشحال می‌کند. این هوش چیزی نمی‌خواهد جز اینکه دسترسی به تمام خواسته‌هایتان را به شما بدهد. خلاصه اینکه اگر ذهنتان را عوض کنید، زندگیتان عوض خواهد شد. یک کودک رهبرشان خواهد بود. پیش از اینکه این بحث را ادامه دهیم، دوست دارم داستانی را برای شما بگویم که نشان می‌دهد چقدر ارتباط با هوش بزرگتر می‌تواند در زمینه تبدیل تغییر به بخش اساسی زندگی مهم واقع شود.
بچهای من که البته حالا بزرگ شده‌اند از روش مدیتیشنی استفاده کرده‌اند که مشابه همین فرایندی است که در بخش سوم کتاب برایتان توضیح خواهم داد. در نتیجه تمرین این فنون آنها ماجراجویی‌های بزرگی را از خود نشان دادند. از زمان بچگی با آنها توافق کرده بودم که روی ایجاد چیزهای مادی و رویدادهای مطلوب کار کنند. اما قانون ما این است که من در ایجاد نتیجه دخالت یا کمک نکنم. آنها باید واقعیت‌های مورد نظر را به خودی خود ایجاد کنند با استفاده از ذهنشان و تعامل با میدان کوانتومی. دختر 20 و چند سالم در دانشگاه در رشته هنر تحصیل می‌کند. فصل بهار بود و از او پرسیدم که قصد دارد برای تعطیلات تابستان چه کار کند. به جای کارهای معمولی تابستان که همه دانشجوها در خانه انجام می‌دهند، او می‌خواست در ایتالیا کار کند. چیزهای جدید یاد بگیرد و تجربه کند. حداقل 6 شهر ایتالیا را ببیند و 1 هفته را در فلورانس باشد، چون در آنجا دوستانی داشت. او می‌خواست 6 هفته اول تابستان را کار کند، پول خوبی به جیب بزند و سپس باقی تعطیلات را در خانه بماند. به خاطر این تصویر ذهنی واضح او را تحسین کردم و به او یادآوری کردم که هوش کیهانی ترتیب این رویای تابستان را برای او خواهد داد. اون فقط چیستی را تعیین می‌کند. هوش کیهانی چگونگی را تعیین خواهد کرد. چون دخترم در هنر فکر کردن و حس کردن قبل از تجربه واقعی ید طولایی دارد، صرفاً به او یادآوری کردم که نه تنها باید هر روز قصدش را در رابطه با تابستان مشخص کند که چه کسانی را خواهد دید، چه کارهایی را خواهد کرد، چه جاهایی را خواهد دید، بلکه همچنین تجربه این چیزها را واقعاً احساس کند. از او خواستم رویا را در ذهنش ایجاد کند تا اینکه آنقدر واضح و واقعی باشد که فکری که در ذهن دارد تبدیل به تجربه شود و سپس مغزش آن اطلاعات را طوری ذخیره کنند که گویی واقعیت است. اگر همچنان قرار بود که آن زن جوانی باشد که در اتاق خوابگاه نشسته و رویای ایتالیا را بر سر می‌پروراند، آنگاه او همچنان همان شخص سابق است که همان واقعیت سابق را تجربه می‌کند. پس وقتی هنوز در مارس بودیم باید شروع می‌کرد به این که آن زنی باشد که نصف تابستان را در ایتالیا گذرانده است. او گفت مشکلی نیست. قبلا تجربه مانند این را از سر گذرانده بود. یعنی زمانی که میخواست در یک موزیک ویدیو بازی کند و زمانی که میخواست یک دوره نامحدود خرید افراطی را تجربه کند، هر دو این تجربیات به خوبی و خوشی انجام شده بود. سپس به او یادآوری کردم که نمیتوانی بعد از آفرینش ذهنی این تجربه همان کسی باشی که قبل از آفرینش آن بودی. باید وقتی بعد از آفرینش آن بلند شدی کسی باشی که گویی بهترین تابستان عمرش را تجربه کرده است. او گفت فهمیدم. او حرف من را فهمید که هر روز باید وارد حالت وجودی جدیدی شود و بعد از هر آفرینش ذهنی باید تمام روزش را در آن حالت متعالی شوک‌گذاری که از دیدن آن تجربه ایجاد می شود سپری کند. چند هفته بعد دخترم با من تماس گرفت و گفت بابا دانشگاهمون یه ترم تابستون توی ایتالیا ارائه داده. اینجوری میتونم خرج سفرم رو از $7,000 به $4,000 برسونم. میتونی کمکم کنی؟ خب نه اینکه پدر خوبی نباشم، بلکه به نظرم آن چیزی نبود که دخترم به عنوان هدف برای خودش تعیین کرده بود. او داشت سعی میکرد به جای اینکه بگذارد میدان کوانتومی ترتیب رویدادها را بدهد، خودش نتایج آن تقدیر ممکن را کنترل کند. به او گفتم که واقعا در آن سفر زندگی کند و ایتالیایی فکر کند، حس کند، حرف بزند، خواب ببیند تا اینکه در تجربه غرق شود. چند هفته بعد دوباره زنگ زد و هیجانش را میشد حس کرد. او در کتابخانه با معلم تاریخش حرف میزده که ناگهان با هم ایتالیایی حرف زده بودند. هر دو خوب ایتالیایی بلد بودند. سپس معلمش به او گفته بود وای یادم اومد یکی از همکاران گفته بود که به کسی نیاز داره که بتونه به دانش آموزای آمریکایی که قرار این تابستون تو ایتالیا درس بخونن ایتالیایی سطح 1 یاد بده. دختر من را استخدام کردند. نکته را بگیرید، نه تنها برای تدریس به او پول میدادند به علاوه تمام مخارج، بلکه به مدت 6 هفته هر هفته را در یکی از شهرهای ایتالیا میگذراند. او شغل رویایی خود را به دست آورد و تمام ابعاد تصاویر ذهنی اصلیش در آن بود. این مانند روش سنتی نبود که در آن زن جوان با عزم راسخ دنبال یک برنامه‌ای می‌گردد تا رویاش را محقق کند، در اینترنت جستجو کند، دنبال حرفه‌ای باشد یا غیره. دخترم به جای که دنبال علت و معلول باشد، حالت وجودی خودش را آنقدر تغییر داد که توانست معلول را ایجاد کند. او بر اساس قوانین کوانتومی زندگی کرد. چون از نظر الکترومغناطیسی به تقدیر مورد نظرش که در دنیای کوانتوم وجود داشت اتصال پیدا کرد. بدنش به سمت آن رویداد آینده کشیده شد.
تجربه او را پیدا کرد. نتیجه غیر قابل پیش بینی بود. طوری پیش آمد که به هیچ وجه انتظارش را نداشت. همزمانی در آن قابل مشاهده بود و هیچ شکی نیست که این نتیجه تلاش درونیش بود. لحظه‌ای به آن فکر کنید. چه فرصت‌هایی آن بیرون منتظر نشسته‌اند تا شما را پیدا کنند؟ شما در این لحظه چه کسی هستید؟ شما در لحظه‌های دیگر و در هر لحظه‌ای دیگر آیا وجود شما طوری است که هر چرا که بخواهید به سمتتان جذب کند؟ آیا می توانید حالت وجودیتان را تغییر دهید و حالت ذهنی جدیدی ایجاد کنید؟ آیا می توانید تقدیر جدیدی را مشاهده کنید؟ در ادامه کتاب جواب این سوالات را خواهید یافت.